أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بله برادرانم و شنوندگان محترم، الحمدلله که ما و شما 7 درس از کتاب العربیة بین یدیک گرفتیم و حالا درس 8 را برای شما شنوندگان و طلبگاران و خواهشمندان زبان عربی پیشنهاد خواهیم کرد. پیش از آنکه درس 8 را برای شما پیشنهاد بکنیم، اولا میخوام یک چیز را برای شما یادرس بکنم که ما و شما در اولین درس درباره فضیلت زبان عربی گفته بودیم که برای تعلیم گرفتن یک زبان 4 کار را ما باید بسیار بکنیم. یکمش گفتیم قرائت، خواندن، باید بسیار بخوانیم. و دومش شنیدن، وقتی شنیدن باید با دقت باشیم که استاد چی میگوید و هر چی که میگوید اهمیت داده گفته استاد به مثل استاد تکرار بکنیم و به مثل استاد تلفظ بکنیم. و سوم گفته بودیم که نوشتن هست. نوشتن باید بسیار بنویسیم. هر جایی که وقت یافتید و جای یافتید شما بنویسید به عربی. و سوم گفته بودیم که تکلم هست، گپ زدن، باید بسیار گپ زنی. چهارم گپ زدن. پس این 4 قاعده را اصلا فراموش نکنید. یکمش خواندن، بسیار بخوانید. دومش شنیدن که در وقت استاد میخواند اهمیت بدید که چی میخواند. و سومش نوشتن که شما خودتون بسیار بنویسین. و چهارمش که گپ زدن که بسیار گپ زنید. یگان برادرایی که کمتر عربی را میدونند با اونها بسیار گپ زنید، یا هیچ کس نباشد خودتون با خودتون عربی بسیار گپ زنید تا اینکه در ذهنتون بشیند حرفا و کلمات و لفظهای عربی. پس میگذاریم بعد درس 8 به درس امروزه. درس 8 ما و شما شروع می شود از صحیفه 30. هر کسی که کتاب دارد پس صحیفه 30 را بکشاید. در صحیفه 30 میگوید که الوحدة ثانی، یعنی که بخش دوم، الاسرة یعنی که خویش و تبار یا خانواده، خویش و تبار نزدیک یا خانواده. الدرس 11، درس 11. حالا ما و شما در درس 11 از کتاب العربیة بین یدیک قرار داریم، اما سلسله درس هایی که ما و شما پیگیریش کرده ایستادیم حالا در درس 8 قرار داریم. الحوار الثانی، حوار دوم، گفتگوی دوم. انظر و استمع و اعید، نگاه کن و گوش کن و تکرار کن. پس در حوار دوم بین عمر و عثمان هست. دو کسی که صحبت میکند، اینها یکیش عمر نام دارد، دیگرش عثمان نام دارد. پس عمر میگوید که هل هذه شجرتون، هل هذه شجرتون، آیا این درخت است؟ هل آیا، هذه این اشاره به زن یا اشاره به چیزی که مؤنث است. شجرتون درخت، ببینید آخر این تانیث دارد، برای خاطر هذه گفتش. هذه شجرتون، آیا این درخت است؟ عثمان میگوید که نعم، آره، یعنی که بله. هذه اسرة الرسول صلی الله علیه و سلم، میگوید که بله، هذه یعنی که این اسرة الرسول. اسره گفتیم خویش و تبار یا خانواده رسول هست. رسول یعنی که پیامبر صلی الله علیه و سلم. خانواده پیامبر صلی الله علیه و سلم است. در اینجا آورده است که صلی الله علیه و سلم. هر کسی که نام پیامبر صلی الله علیه و سلم میشنود پس باید بگوید که صلی الله علیه و سلم. پس عمر هم همچنین این را تکرار میکند، میگوید که صلی الله علیه و سلم. پس عثمان میگوید که هذا والده عبدالله، هذا والده عبدالله. عثمان میگه که هذا یعنی که این، والده یعنی که پدرش هست. والد پدر، هو وی، والده یعنی که پدری وی، والده پدرش هست، عبدالله نامش چی هست؟ عبدالله هست. پدرش یعنی که پدر پیامبر صلی الله علیه و سلم است. نام پدر پیامبر چی بود؟ عبدالله.
پس حالا ما و شما هم زبان عربی را تعلیم میگیریم، هم با خانه پیامبر، با اولاد پیامبر صلی الله علیه و سلم در این درس شناس میشویم که نام پدر پیامبر صلی الله علیه و سلم چی بوده است؟ عبدالله. پس عمر میگوید که و هذه والدته آمنه، و این میگوید و هذه، و این والدته یعنی که مادرش، یعنی که مادر وی، والدته مادر، هو وی، والدته مادر وی آمینه هست، یعنی که مادر پیامبر صلی الله علیه و سلم نامش چی بوده است؟ آمینه. پس مادرش اشاره به کی هست؟ به پیامبر صلی الله علیه و سلم. پس عثمان میگوید که و هذا جده عبدالمطلب، و هذا جده عبدالمطلب، و این میگوید بابایش عبدالمطلب هست. و هذا این جدو، جد گفته بودیم بابا یا پدر کلان یا پدر بزرگ. جدوه یعنی که بابایش، بابای وی، هو یعنی که هو هستی، انا همون. وقتی در آخری اسم که بیاید هو نمیگوییم، جدوه یعنی که پدری، بابای وی. بابای وی یعنی که بابای پیامبر صلی الله علیه و سلم نامش چی است؟ عبدالمطلب، یعنی که بابای پیامبر نامش عبدالمطلب هست. و عمر میگوید و هذا عمه العباس، و این میگوید عمه، عمش یعنی که عمکش یا کاکایش عباس هست. العباس یعنی که عباس هست. عم یعنی که عمک، هو وی، عمه یعنی که عمکی وی نامش چی هست؟ عباس هست. پس ما حالا شناختیم که عمکی پیامبر صلی الله علیه و سلم رو نامش عباس هست. و عثمان میگه و هذا عمه حمزه، و هذا عمه حمزه، و این میگوید عمکش حمزه هست، یعنی که یک نام یکی از عمکای پیامبر صلی الله علیه و سلم عباس بوده است و نام دویمش حمزه بوده است. و عمر همچنین میگوید که و هذا عمه ابو طالب، و هذا عمه ابو طالب، و این میگوید عمکش ابو طالب هست. ابو طالب پدری حضرت علی رضی الله عنه، پدری حضرت علی رضی الله عنه عمک پیامبر صلی الله علیه و سلم می شود. پس حضرت علی رضی الله عنه هم داماد پیامبر هست و هم پسر عمکی پیامبر صلی الله علیه و سلم است. پسر ابو طالب هست. ابو طالب عمک پیامبر صلی الله علیه و سلم می باشد. پس عثمان میگوید و هذه عمته صفیه، و هذه عمته صفیه، و این میگوید اشاره به سوی زن هست، و این میگوید عمهش است. آخرش ت دارد برای خاطر عمهش است، و ت که ندارد در بالا عمه گفتیم یعنی که عمکش. عمته یعنی که عمهش، عمته عمهش است، نامش چی است؟ صفیه هست. یعنی که همچنین ما در این درس فهمیدیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم عمهش نامش چی بوده است؟ صفیه. عمه پیامبر صلی الله علیه و سلم این صفیه بوده است. پس عمر میگوید که و هذا ابنه القاسم، و هذا ابنه القاسم. وقتی که یک جایی که میخونید بخونید که و هذا ابنه القاسم، یعنی که و این ابنه، ابن یعنی که پسر، ابنه یعنی که پسر وی، پسر پیامبر صلی الله علیه و سلم نامش چی است؟ القاسم. پس در اینجا همچنین ما و شما با پسر پیامبر صلی الله علیه و سلم شناس شدیم که نامش چی هست؟ قاسم. یکی از پسران پیامبر نامش قاسم است. عثمان میگوید و هذا ابنه عبدالله، و هذا ابنه عبدالله، و این میگوید پسرش عبدالله است، یعنی که پسر پیامبر صلی الله علیه و سلم دیم پسرش نامش چی بوده است؟ عبدالله. عمر میگوید و هذا ابنه ابراهیم، و هذا ابنه ابراهیم، و این پسرش، پسر پیامبر صلی الله علیه و سلم نامش چی است؟ ابراهیم. پس سه پسر داشته است پیامبر صلی الله علیه و سلم، یکمش قاسم، دویمش عبدالله، سومش ابراهیم. پس عثمان میگوید و هذه ابنته فاطمه، و هذه ابنته فاطمه،
یعنی که و این دخترش ابن پسر می شود، ابنتو شد دختر می شود. این تکی دارد دختر. ابنتو یعنی که دخترش یا دختر وی فاطمتون فاطمه هست، نامش فاطمه هست. یعنی دختر پیامبر صلی الله علیه و سلم نامش چی بوده است؟ فاطمه. فاطمه همسر حضرت علی رضی الله عنه. حضرت باز عمر میگوید که عمر میگوید و هذه ابنته رقیه، و هذه ابنته رقیه، یعنی که و این دخترش رقیه هست. پس دوم دختر پیامبر صلی الله علیه و سلم نامش رقیه بوده است. عثمان میگوید که و هذه ابنته زینب، و هذه ابنته زینب، و این دخترش زینب هست. سوم دختر پیامبر صلی الله علیه و سلم نامش زینب بوده است. عمر میگوید و هذه ابنته ام کلثوم، و هذه ابنته ام کلثوم، و این دخترش ام کلثوم هست، یعنی که نامش ام کلثوم هست. چهارم دختر پیامبر صلی الله علیه و سلم نامش ام کلثوم بوده است. پس اینجا شجره یعنی که درخت است، درخت با خیش تبار پیامبر صلی الله علیه و سلم نامنویش کرده هستند. پس در اینجا میبینیم که ما و شما اینجا کی هست؟ محمد صلی الله علیه و سلم، پیامبر ما و شما صلی الله علیه و سلم. پس میبینیم در اینجا قاسم، عبدالله، ابراهیم، این سه تا بچه ها پسرهای پیامبر صلی الله علیه و سلم است و دخترهاش 4 تا می باشد: فاطمه، رقیه، زینب، ام کلثوم. پس این 4 تا دخترهای پیامبر صلی الله علیه و سلم هست. پس در اینجا میارد عبدالله. عبدالله این پدر پیامبر صلی الله علیه و سلم است. آمینه مادر پیامبر صلی الله علیه و سلم است. پس عبدالمطلب این بابای پیامبر صلی الله علیه و سلم است. عبدالمطلب بابای پیامبر صلی الله علیه و سلم است. پس صفیه عمه پیامبر صلی الله علیه و سلم است، یعنی دختری عبدالمطلب هست و اپی عبدالله هست. عبدالله پدری پیامبر صلی الله علیه و سلم هست. صفیه عمه پیامبر می باشد. پس عباس و حمزه و ابو طالب اینها 3 کس عمک های پیامبر صلی الله علیه و سلم می باشند و اینها پسران عبدالمطلب می باشند و ابو طالب و حمزه و العباس اینها برادرهای عبدالله می باشند، پدری پیامبر صلی الله علیه و سلم. پس این هست خیش و تباری پیامبر صلی الله علیه و سلم. و میگذاریم به صحیفه 31. در صحیفه 31 ما و شما میبینیم که می نویسد که الوحدة الثانیه، یعنی که بخش دوم، الاسرة یعنی که خانواده یا خیش و تباری نزدیک، الدرس 11 درس 11. درس 11. ما و شما از کتاب العربیة بین یدیک در درس 11 رسیدیم. اما از سلسله درس هایی که از کتاب العربیة بین یدیک به زبان تاجیکی برای شما پیشنهاد کرده ایستادم، حالا در درس 8 قرار داریم. پس در اینجا میگوید که المفرداتو یعنی که واژه ها یا کلمه ها، العرض تقدیم کردن، پیشنهاد کردن، انظر واستمع و اعید نگاه کن و گوش کن و تکرار کن. اینجا میگوید که شجرتون، این را گوش کن و نگاه کن و تکرار کن. شجرتون، شجرتون، شجرتون اینه که درخت. عدنان نامی این خانواده، یعنی که پدری خانواده نامش چی بود؟ عدنان. عم، عم یعنی که عمک. عم، عمک یا کاکا. عمتون این عمه. عمه یعنی که پدر اپا و خواهرش عمه می شود. عمتون پس این عمه می شود. ابنون پسر، ابنون پسر. ابنتون دختر، ابنون پسر و ابنتون دختر. و میگذاریم به پایان صحیفه. تدریب ده میگوید که تدریب یعنی که مشق. صل بین الکلمه و صورت المناسبه. صل یعنی که بچسبان، بین الکلمه بین کلمه
و صورت المناسبتی و صورت مناسب در بچسبان میگه. پس ببینیم که در اینجا چند صورت ها را آورده است و کلمه ها را آورده است. پس در اینجا میگه که عمون و عمتون. عمون گفتیم عمک، عمتون این عمه. پس این کدامش عمه هست، یعنی که عمک است، کدامش عمه هست، این باید خط بکشید. و در اینجا میگه که شجرتون و صورتون. شجرتون یعنی که درخت و صورتون عکس یا صورت. پس این همچنین شما خودتون باید کار بکنید. پس در اینجا میگه که ابنون و ابنتون. ابنون و ابنتون. ابنون یعنی که پسر و ابنتون دختر. پس کدام اینها پسر است، کدام اینها دختر است، شما خودتون خط بکشید. طبیبتون معلمتون. طبیبتون یعنی پزشک زن یا دکتر، دختری زن. معلمتون معلمه یا استاذه. پس کدام اینها معلم هست، معلمه هست و کدام اینها پزشک زن هست، دکتر هست، شما خودتون خط بکشید و این وظیفه شما هست که شما خودتون باید کار بکنید. پس این بود درسی امروزه ما و شما، درسی 8 از سلسله درس‌ها، اما از کتاب العربیه بین یدیک درس 11 بود که برای شما پیشنهاد کردیم. پس این درس ها را باز براتون تاکید میکنم که به مثل نام هایتان حفظ بکنید و به مثل نام هایتان بدانید. ببینید برادران و دوستان، شما هم زبان عربی تعلیم گرفته ایستادید و هم با خویش و تباری پیامبر صلی الله علیه و سلم آشنا و شناس شده ایستادید که ما و شما دیگر بعد از این درس میدانیم پیامبر چند پسر داشت و چند دختر داشت و چند عمه داشت و چند عمک داشت و پدرش نامش چی بود و بابیش نامش چی بود و مادرش نامش چی بود. بعد از این درس دیگه باید یک و یک ما و شما این چیزها را بدانیم، هم زبان عربی و هم با پیامبر صلی الله علیه و سلم شناس شدن. این فضل و بزرگی زبان عربی هست که برادران و خواهشمندان و طلبگاران زبان عربی، شما هم یک لغت را، یک زبان را می آموزید و هم دینتان را می آموزید و همچنین این زبان عربی وسیله برای یا طریق و راه برای یاد گرفتن دینتان می باشد. پس بسیار متوجه باشید، بسیار با دقت باشید، درس را حفظ کنید. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.